به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام. به درس پنجم از آموزش ویندوز 10 در چنل آیستی میدیا خوش آمدید. دوستان عزیز، به ادامه درس های خود در بخش ستینگ رفته. در بخش ستینگ وقتی که آمدیم درباره سیستم معلومات لازم ارائه کردیم، همچنین دیوایس ها، فون ها، نتورک اینترنت، پرسونالایزیشن. حالا میاییم نوبت به apps and future. وقتی که ما و شما باز میکنیم، برای ما و شما برنامه هایی که در کامپیوتر خود نصب نموده ایم با تمام جزئیات برای ما و شما نشان میده. مثلا کامرا در 14/2/11/5 نظر به تاریخ چه وقت نصب شده بود به ما نشان میده. همچنان این PDF ریدر به ما و شما نشان میده چه وقت واسه شده بود. این برنامه گیم فوتبال که میبینیم ما و شما در سال 1403، یعنی تقریبا در حدود همین سال واسه کرده بودیم این گیم. این تمام برنامه ها را بر اساس تاریخ به ما و شما نشان میده. دیفالت اپس برای ما و شما برنامه هایی که به صورت پیشفرض انتخاب نمودیم که وقتی که ما و شما استفاده کنیم از کدام برنامه ها به ما و شما چیز کنه. مثلا یک ویدیو را پلی میکنیم به صورت اتومات در کدام پلیر به ما باز کنه. در کامپیوتر خود وقتی که چندین پلیر داشته باشیم در ویدیو ما و شما میتونیم پیشفرض یک شی انتخاب کنیم که به صورت دیفالت برای ما و شما این انتخاب میکنیم. Choose default apps by file type. همچنان با استفاده از ما شما میتونیم تنظیمات خود را انجام بدیم که پیشفرض کدام برنامه ها فایل ها را به ما شما باز کنند. توسط کدام برنامه ما شما همون فایل خود را باز کنیم. مثلا وقتی که یک تصویر را میخوایم باز کنیم به صورت پیشفرض اینجا چه کنیم. میتونیم اگر برنامه دیگه داشته باشیم اینجا به صورت دیفالت را اد کنیم، اگر نبود خودش اتومات پیشفرض میکنه. مثلا در ویدیو VLC پلیر است یا به صورت دیفالت است. Choose default apps by protocol. وقتی که ما و شما بالای از این گزینه کلیک کردیم برای ما و شما اما برنامه هایی که توسط یک پروتکل به ما و شما باز میشه او را نشان بده. مثلا مایکروسافت وقتی که ما در فایل ورد کار میکنیم او را ما نمیتوانیم توسط یک برنامه دیگه باز کنیم. او را با اون خاطر نوشته میکنم که برنامه هایی که با یک پروتکل باز میشه، یعنی یک برنامه خاص خود داره و نمیتونه. مثلا کالکولیتور، ویدر آب و هوا، مثلا مپس یا برنامه هایی هستی که خودی در سیستم ویندوز می باشه یا ما نصب میکنیم. وقتی که کار میکنیم صرف به خاطر همان برنامه ما و شما از استفاده میکنیم. set default by apps. این همون برنامه هایی هست که مثلا به صورت دیفالت در کجا کار میکنیم یا ذخیره میکنیم. مثلا عکس وقتی که ما شما باز میکنیم در این صفحه، مثلا این هم گفته برای ما اکسل هم روی صفحه باز میکنه، کلاک هست، کامرا هست، اینا چی میکنیم اینجا ست میکنیم. داریم بخشی آفلاین مپس. آفلاین مپس وقتی که ما شما خواسته باشیم یک نقشه را در کامپیوتر خود دانلود کنیم، اگر در اینترنت وصل بود ما شما چه میکنیم اینجا اضافه میکنیم. چندین قاره با ما شما میآید. وقتی قاره که آمد نه باز امروز در قاره آسیا مثلا رفته کشور خود انتخاب میکنیم. از ما میتونیم او برنامه را همون مپ دانلود کنیم و یک درایو خود ذخیره کنیم. میتونیم در این قسمت مپ خود اپدیت کنیم. apps for website. اینجا به صورت پیشفرض برای ما و شما
آمده که مثلا مپس است که به صورت اتومات وقتی که ما بالایش کلیک کنیم اگر نصب بود و ما را مستقیم به وبسایت خود میبرد. با منظور توضیحات بیشتر این بخش شما میتونید به اینترنت جستجو کنید تا آگاهی شما از این بخش بیشتر شد. ویدیو پلیبک دوستای عزیز، اگر کامپیوتر شما ضرورت اگر توانایی از این داشت که ویدیوهای HD را باز کنه با استفاده ویدیو HDR ویدیو اگر توانایی باز کردنش داشت از این بخش میشه استفاده کنیم. استارتاپ برای ما و شما اینجا نشان میده وقتی که کامپیوتر ما و شما روشن میشه و حالتی فعال شدن از کدام برنامه ها استفاده کنه. اینجا ما میتونیم فعال و غیر فعالش کنیم. این بود بخش اپس بود. حالا میریم در بخش اکاونت یور اینفو در مورد اکاونتی که ما و شما یوزری که و کامپیوتر خود به صورت ادمنستراتور هستیم به ما و شما نشان میدهد. و در بخش کریت یور پیکچر میتونیم در این بخش در یوزر خود یک عکس یک تصویر اضافه کنیم. بالای کامرای خود کلیک میکنیم در صورتی که کامپیوترات دسکتاپ بود توانایی عکس و یا گرفتن پیکچر را نمی داشته باشه. شما میتونید آن وقت از براوز استفاده کنیم. وقتی که کامرا که موجود بود ما شما میتونیم اینجا تصویر خود را اضافه نماییم در کامپیوتر خود. ما میتونیم از این طریق تصویر خود اضافه نماییم که توانایی ذخیره نمودن در یوزر اکانت ما عکس نبود، عکس فیگره بود. ما شما میتونیم با استفاده از براوز در بخش دسکتاپ رفته و بخش فولدر دسکتاپ کلیک نموده اینجا یک تصویر انتخاب میکنیم و چوز پیکچر میگیم. حالا ما میتوانیم تصویر اکانت خود را اینجا ذخیره کنیم و از اون استفاده کنیم. بخش ایمیلز and accounts داریم. در این بخش دوستای عزیز ما و شما وقتی که یک ایمیلی از یا اکانتی از کمپانی مایکروسافت داشتیم میتونیم از این بخش استفاده نماییم. و در بخش sign in option ما و شما وقتی که یوزر خود ساختیم میتوانیم پسوردها را به گروه‌های مختلف اضافه کنیم. مثلا در بخش پیکچر است میتوانیم از تصویر خود استفاده کنیم. اگر توانایی کامپیوتر ما شما توانایی را داشته باشه توسط چهره شناسی که در گوشی ها آمده بخش فینگر است. کامپیوتر ما شما اگر توانایی از این را داشته باشه که توسط فینگر کامپیوتر خود را رمز بتیم میشه. بخش پن است میتوانیم با استفاده پن کامپیوتر خود را رمز بتیم. سکیوریتی که میتوانیم توسط یک فلش یا میموری کارت کامپیوتر خود را اینجا رمز بتیم. این بخش منیج است میتوانیم با استفاده از او منیج کنیم. این بخش پسورد است که اکثر کامپیوترها با استفاده در این بخش کامپیوتر خود را رمز میده. و بخش پیکچر پسورد میتوانیم یک تصویر خود را انتخاب کنیم و چند نقطه یا 3 نقطه 4 نقطه از او را انتخاب نموده و به حیث رمزی اکانت یا ایمیل خود یوزر خود استفاده نماییم. داینامیک لاکس وقتی که بالای از این گزینه کلیک کردیم کامپیوتر ما با استفاده از گوشی ما که با بلوتوث وصل بود وقتی که ما خواستیم به یک فاصله 5-6 متری از کامپیوتر خود دور شدیم با استفاده از تلفن میتونیم کامپیوتر خود را چی کنیم لاک کنیم قفل کنیم.
Access Work or School. این بخش زمانی میتونیم از این بخش استفاده کنیم که ما یوزر یا ایمیل اکانتی کمپانی مایکروسافت داشته باشیم. از این بخش استفاده کرده میتونیم. Family or other users. در این بخش ما شما میتونیم اگر اکانت مایکروسافت داشته باشیم از این بخش ما شما استفاده کرده میتونیم که حالا ما از او اکانت نداریم دیگه add someone else to this PC میتونیم بعضی یوزرهای دیگر را اضافه کنیم که بعضی مهمان ها دوستایی که میآیند از یوزر دیگر کامپیوتر ما شما استفاده کنند. Windows Backups. Windows Backups زمانی این فعال می باشد که ما شما از اینی اکانت کمپانی مایکروسافت داشته باشیم. اون وقت میل شود این طرف را این بخش را فعال نموده از فایل های خود بکاپ بگیریم. اینجا ایمیل آدرس ما کمپانی مایکروسافت از ما میخواهد. و بخش دومی که از ساینس سیتینگ با استفاده از این بخش ما شما میتونیم این بکاپ های خود را نظر با زمان مشخص خود ما چی کنیم دوستا بکاپ بگیریم. اگر هارد دیسک را داشته باشیم اگر هارد دیسک استعمال نمیتونیم بعد از یک ماه و 2 ماه هر وقتی که خودمان تنظیم کنیم نظر به تاریخ روزش ما شما هشدار میدهد که فایل های خود را باید بکاپ بگیریم. این بود درس پنجمی از آموزش ویندوز 10 دوستای عزیز.